رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 13 سال اول در مکه تمام دروسش در چی بود؟ در عقیده بود. و آیات مکی را شما بخوانید کلش در عقیده است، کلش در عقیده است. اول انسان مسلمان باید عقیده را یاد بگیره. اول چی را یاد بگیره؟ مخروط دین کشیدی در از چی است؟ عقیده است. گفت شما مردم افغانستان چی کردین؟ اول عقیده هست در اسلام. عرب، اروپایی، امریکایی یا چی میکنن؟ گفت یا که مسلمان هستن، گفت یا اول از عقیده شروع میدن. اولاد خدا چی درس میدن؟ درس عقیده میدن. خوب که عقیدهش پخته شد، الله را شناخت، ملائکه را شناخت، پیغمبران را شناخت، صحابه کرام را شناخت. خوب که عقیده ازی استوار شد و قوی شد، باز برش فرایض یاد میده. میگه بچه مالو که عقیدت خوب شد، از فرایض شروع. این فرض است، این فرض است، این فرض است، این فرض است، این فرض است. اولی رو یاد بگیر. بعد از اینکه فرایض خوب فهمید و مستحکم شد و عمل شروع کرد، باز میگه بچه مالو سر واجبات شروع کن. مرحله سوم واجبات است. واجبات که خلاص شد، مرحله چهارمش پایین‌تر از او چی هست؟ سنت ها هست. یعنی اگر رتبه است، اول رتبه چی است؟ عقیده آفرین. دوم رتبه چی است؟ فرایض است. سوم رتبه چی است؟ واجبات است. چهارم رتبه چی است؟ سنت ها است. پنجم رتبه چی است؟ مستحبات است. ششم رتبه چی است؟ مباحات است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا گفته بودیم که این اصطلاحات مثل چی است؟ مثل کلید است برای فهم عقیده اسلامی. اگر این اصطلاحات کسی یاد داشت، عقیده را درست میفهمه، نقاط دقیقی که فریب نمیخوره. و اگر این اصطلاحات یاد نداشت، بسیاری اوقات عقیده چیست؟ عقیده در مدرسه اول اگر فکرتان بوده باشه گفتیم که از عقد گرفته شده. عقد گره را میگن. شما ببینید که باز کردن گره های خرد بسیار گریگک های خرد میباشه. احیانا که آدم هر قدر زور میزنه و گره را باز کردن نمیتونه. اینال در مسئله عقیده به خاطر از این است که در این بعضی گره ها بعضی از نقاط دقیق است که اگر این را آدم نفهمید، ناخودآگاه یک دفعه کافر میشه، یک دفعه مرتد میشه، یک دفعه مشرک میشه. و از این خاطر گفتیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 13 سال اول در مکه تمام دروسش در چی بود؟ در عقیده بود. و آیات مکی را شما بخوانید کلش در عقیده است، کلش در عقیده است. و بدبختی ما در افغانستان چی هست؟ که ما یک روز در یک پانتون بودیم، استاد ما یک پروفسور عرب بود، بسیار آدم فهمیده بود. باز ما سر از این چیز ازی یک روز یک محصل سر کدام چیز انتقاد کرد. یک مسئله مستحب بود یا مباح بود، سر از او که استاد زیاد جنجال کرد. این صنفی ما در داخل پانتون هستیم، از 60 و چند مملکت محصلین هستن. از امریکا بود صنفی های ما، از اروپا بود، از آسیا بود، از افریقا بود، از کل کشور هست. ما تقریبا در اون صنف 4 نفر 4 نفر بودیم انشاءالله. 4 نفر در دوره لیسانس ما افغانی بودیم، دیگه باقی از دیگه کشورهای اروپایی و امریکایی و آسیایی و افریقایی اینا بودن. یک صنفی ما از پاکستان بود. یک استادا سر بسیار مسائل جر بحث میکرد. باز وقتی که همراه استادا جر بحث میکرد، باز استادا بسیارشان قار میشدن. اما استاد پروفسور ما دیدم هیچ قار نشد. باز برای ما سوال پیدا شد که استاد دیگه قار شدن، خودت چرا هیچ هر قدر که صنفی ما سر جر بحث میکنن چرا هیچ قار نشدی؟ بازی خنده کرد، گفت من بر دلیلشون من براتون میگم. گفت دلیلی است
که شما مردم افغانستان و مردم پاکستان، مردم شبه قاره هند، در مجموع گفتم شبه قاره هند که پاکستان و بنگلادش و کشمیر و هند است، و گفت افغانستان هم بیا متأثر است چون اکثر علمایشان از این منطقه درس خواندن. گفت این منطقه را گفت من مقایسه کردم با مسلمان های کشورهای اسلامی و مثلا مسلمان های اروپا، مسلمان های امریکا، مسلمان های کشورهای عربی. گفت یک فرق بین شما و بین ما هست. گفتیم استاد چی فرق است؟ شما کل ما مسلمان هستیم. گفت نه خفه نشین، یک فرق است. چی فرق است؟ گفت فرقی است که شما مردم افغانستان و شبه قاره هند مخروط دینتان سرچپه است. گفتیم نفهمیدیم چی معنی. گفت مخروط دین معنای چی است؟ که مثلا مخروط شما میبینید قسمی مثل یک قند وارست. گفت این مخروط که است، در رأس از این مخروط عقیده هست. اول انسان مسلمان باید عقیده را یاد بگیره. اول چی را یاد بگیره؟ مخروط دین کشیدی، در رأس چی است؟ عقیده هست. گفت شما مردم افغانستان چی کردین؟ اول عقیده هست در اسلام. عرب، اروپایی، امریکایی یا چی میکنن؟ گفت یا که مسلمان هستن، گفت یا اول از عقیده شروع میکنن. اولاد خدا چی درس میدن؟ درس عقیده میدن. خوب که عقیدهش پخته شد، الله را شناخت، ملائکه را شناخت، پیغمبرها را شناخت، صحابه کرام را شناخت. خوب که عقیده ازی استوار شد و قوی شد، باز برش فرایض یاد میده. باش میگه بچه مالو که عقیدت خوب شد، از فرایض شروع کن. این فرض است، این فرض است، این فرض است، این فرض است، این فرض است. اولی رو یاد بگیر. بعد از اینکه فرایض خوب فهمید و مستحکم شد و عمل شروع کرد، باز میگه بچه مالو سر واجبات شروع کن. مرحله سوم واجبات است. واجبات که خلاص شد، مرحله چهارمش پایین تر از او چی هست؟ سنت ها هست. یعنی یک رتبه است. اول رتبه چی است؟ عقیده آفرین. دوم رتبه چی است؟ فرایض است. سوم رتبه چی است؟ واجبات است. چهارم رتبه چی است؟ سنت ها است. پنجم رتبه چی است؟ مستحبات است. ششم رتبه چی است؟ مباحات است. گفت من به خاطر از تو پاکستانی یا تو افغانی یا تو هندی وقتی که سوال میکنی، من به خاطر ازی خفه نمیشم که ما با شما یک فرق داریم. برو مسلمان امریکایی رسل کن، برو مسلمان اروپایی رسل کن، برو مسلمان عرب رسل کن. یا که دین یاد میگیرن، اول از عقیده شروع میکنن، استپ بای استپ. عقیدهش که پخته شد در واجبات فرایض میه، فرایض که فهمید در واجبات، واجبات که فهمید سنت ها، سنت ها که فهمید در مستحبات، مستحبات که فهمید در مباحات. به این خاطر اگر بعد از عقیده مردم در فرایض نرسیدم نقص نمیکنم. یعنی یک نفر عقیدهش بسیار خوب است، خوب 100% موحد است، لکن بعضی فرایض از پیشش تر شده، شاید یک چند روز در دوزخ بره لکن دائمی نمیمانه. اما گفت شما مردم افغانستان چی مشکل دارین؟ گفتیم ما چی مشکل داریم؟ گفت مشکل شما این است که مخروط دیدتون چی است؟ سرچپه هست. شما اول از مباحات شروع میکنین. گفت شما اول از مباحات شروع میکنین، باز که خداوند بسیار زور بزنین باز بین در مستحبات، باز که بسیار زور بزنین در سنت ها، باز که بسیار وقت پیدا بکنین در واجبات فرایض. گفت با عقیده هیچ برتان نوبت نمیرسه. چرا در دوزخ میره؟ عقیده را نمیفهمن. از برای خدا رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم خوب در سیرت میخونیم که 13 سال آیات مکی نازل میشد، قرآن هم عقیده درس میداد و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم چی درس میداد؟ عقیده درس. ولی ما 13 هفته عقیده نخواندیم. از این خاطر اینی مشکل است. اینی اصطلاحات کلید است در عقیده که ما تو این کلیدها را اگر نفهمیم
بسیاری اوقات انسان در نقاط بسیار دقیق که گفتم عقیده از عقد یعنی گره گرفته شده. یک گریگه که کوچک خرد است باز کردن نمیتونی. وقتی که باز کردن نتونستی، خودی انسان که در عقیده یک کمک شک پیدا کرد، شک در عقیده سبب از این میشه که انسان مرتد میشه. از این خاطر دشمنای اسلام فکرتون باشه، دشمنای اسلام همیشه از اسلوب شک کار میگیرن. در خدا، در وجود خدا برات شک پیدا میکنن، در شخصیت پیغمبر شک پیدا میکنن، در صحابه کرام شک پیدا میکنن. یهودیا مثلا ابن سبا یهودی سر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شک پیدا کرد، سر ابوبکر صدیق شک پیدا کرد که علی یاسب کافر هستن، یاسب گپ پیغمبر قبول نکردن، باید عوض پیغمبر مثلا حضرت علی رضی الله تعالی عنه ای باید جانشین میشد یا مخالفت کردن. پس این صحابه کلشان کافر هستن. وقتی که یا کافر شدن قرآن هم خویا برای ما انتقال دادن، وقتی که قرآن را که کافرها برای ما انتقال داده قرآن هم غلط است. پس وقتی که قرآن غلط شد صحابه غلط شد، تابعین هم شاگردای از اینا بودن و هم غلط هستن، تبع تابعین هم غلط هستن. پس هیچ کس مسلمان نما. از اسلوب چی استفاده میکنه؟ از اسلوب شک. و کسی که عقیده را نفهمید، در درس عقیده اشتراک نداشت، صاحب زود در وجود از شک داخل میشه. از این خاطر درس امروز ما و شما درباره اصطلاح چی است؟ تفویض. خب اول میایم تفویض در لغت. تفویض در لغت از کلمه فوضه گرفته شده. فوضه به معنای واگذاری. عرب ها چی میگن؟ میگه فوضت امری الی فلان، من کار خدا بر از این ماندم. و مسلمان ها در دعا خود چی میگه؟ و افوض امری الی الله، تمام امور زندگی من به کی واگذار میکنم؟ به الله. فهمیدین معنای کلمه تفویض؟ پس گذاشتن یک کار یا واگذار کردن یک کار به کار دیگه در زبان عربی تفویض میگن. اینال ما همیشه در کل مسائل از عقل خود کار میگیریم. خوب فکرتان باش. اگر بوت ما کنده میشه پیش سلمان میبریم. مویای خدا کدام روز رفتی پیش موچی که همین مویای سر مکل کن یا سر ما تیار کن، خنده میکنی. اما باز اینمی نفر ببینی پیش گلکار میره، دین از پیش از یاد میگیره. همین بابا جانیا پیر کلانشان رتبهش چی بود؟ گلکار بود. یا چرا اکثرش سجده میکنن را مخلوق؟ و مشکل مردم ما اینمی هست، دین خدا از عالم متخصصی که در یک رشته هست از اون نمیگیره. حتی در داخل 15 شرایط، مثلا من یک حدیث مشکل دارم، وقتی که در حدیث مشکل داشته باشم پیش دکتر عبدالباری میرم. شاید تو پرسان کنی پیش دکتر صاحب عیاض نمیری؟ بگی نه من پیش دکتر صاحب عبدالباری میرم. چرا؟ به خاطر که دکتر صاحب عبدالباری متخصص حدیث است. مشکل فقه که داشته باشم باز پیش دکتر عبدالباری نمیرم، پیش دکتر عیاض میرم. چرا؟ دکتر عیاض متخصص فقه است. باز که در تفسیر مشکل داشته باشم پیش دکتر صاحب عبدالقدوس میرم. چرا؟ دکتر عبدالقدوس متخصص تفسیر است. حتی در داخل پوهنزه همین تخصصا مراعات میشه. من لیسانسم در دعوت است و در پوهنتون به اساس لیسانس خود مقرر شده. پسان باز ماستری و پسان باز ماستری میگه باز در فقه داشتیم. این حال مرا در دیپارتمنت دعوت و ثقافت دادن چون رشته ما دعوت است. و استادی که مثلا رشتهش عقیده هست او را در دیپارتمنت عقیده میتن. او استادی که رشتهش مثلا این حال از هر کس رشتهش معلوم است. این حال چون ما در دعوت کت نصرانی جره بحث داریم، کت یهودی جره بحث داریم، کت سیکولر جره بحث داریم، کت یک کس دیگه. و الحمدلله اینمی هفته گذشته یک 3-4 نفر از آمده بودن از خارج، یکیشون از خارج آمده بود، از مشکلات اعتقادی داشت. آمدن پیش ما گفتن استاد من حرکت میکنم. قاضی صاحب تایر صدا کرد گفت استاد همینجا چند نفر کارتون داره. دیدیم یک خواهر است، تو کت 2-3 تا خواهرها هستن و یک برادر بود یا 2 تا برادر بود. آمدن گفتم در مسجد تو وقت آلازان میشه بردمش در دفتر آبسه بالا که رفتیم کچان شیشتیم. الحمدلله کتش 1.5 ساعت همونجا برش تشریح کردم. با صباحش باز برام از زنگ زدن که نه استاد با صبح 1 بجه آمد. همین نفره که 20 سال در گمراهی بود الحمدلله گفت مال فعلا اصلاح شد. رشته چی میکنن؟ فرق میکنن.
رشته فرق میکنه. وقتی که رشته دعوت است میفهمی که چه قسم دعوت کنی مردم. خلاصه ای که گپ سر کلمه تفویض بود که ما همیشه در امورات هر رشته را به همون رشته چی میکنیم؟ واگذار میکنیم. خب این لغوی هست، از نگاه لغوی بر انسان هم استعمال کرده میتونی، به خالق هم استعمال کرده میتونی، هر چیز. اما از نگاه اصطلاحی در اصطلاح اعتقادی تفویض چی رو میگن؟ حکم نمودن به مجهول بودن صفات و یا کیفیت آن. مثلا یک کسی صفات خالق چی میکنه؟ حکم میکنه که والا من معنای ازیر نمیفهمم و یا کیفیت ازیر نمیفهمم. دو نقطه است. میبینید یک کسی تفویض چی رو میگن؟ میگه حکم کردن است به مجهول بودن معانی چی؟ که من معنای یک صفت معنایش نمیفهمم و هم کیفیتش نمیفهمم. این در اصطلاح علمای عقیده همین قسم تعریف کردن. مثلا در قرآن آمده که ید الله فوق ایدیهم. یک کسی میگه والا من معنای ید نمیفهمم و یک کس دیگه میگه که من معنایش میفهمم لکن من کیفیت ید خالق نمیفهمم. صحیحه؟ این چی میگن؟ تفویض میگن. این حال کدامش درست است و کدامش غلط است اینو میریم سرش بحث میکنیم. قسم اول تفویض در کیفیت ذات، صفات و افعال خالق میباشه. مثلا الله ذات است موجود؟ میگیم بله موجود است. ما عقیده داریم که خالق یگانه وجود داره. خب ذات خالق چه قسم است؟ کیفیتش؟ ما میگیم که ما کیفیت ذات خالق نمیفهمیم. این که ذات خالق چگونه هست این رو تفویض میکنیم به الله سبحانه و تعالی، چون این مسئله مربوط به غیب میشه، ما غیب نمیفهمیم. صحیح شد نه؟ این حال کسایی که عقیده را خوب میفهمن در ذات خالق، در کیفیتش، چگونگیش. چه قسم از ذات خالق؟ عقیده داری؟ بله عقیده دارم. چرا عقیده داری؟ چرا من عقیده به قرآن دارم و قرآن میگه که خالق وجود داره و عقل من هم میگه خالق برای دنیا وجود داره. لکن این خالق ذاتش چه قسم است؟ ما میگیم ما نمیفهمیم. تشبیه هم نمیکنیم به مخلوقات، تمثیل هم نمیگیم که مثل فلانی وارث، کیفیتش هم بیان نمیکنیم، تعویل هم نمیکنیم و فقط در این قسمت چی میگیم؟ میگیم به ذات خالق متعال ایمان داریم لکن کیفیتش ما نمیفهمیم. چرا نمیفهمی؟ ادب در عقیده نمی هست. این حال کسی که عقیده را از عالم متخصص قرآن شناس عقیده خدا بگیره بگه خالق، ما میگیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد. الله بی نیاز است. چرا الله بی نیاز است؟ به خاطر او خالق است. ما چرا نیازمند هستیم؟ ما مخلوق هستیم. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نه از کسی تولد شده، نه کسی از او تولد شده و نه هم شریک داره. ما چرا از کسی تولد شدیم، کسی از ما تولد شده و ما شریک داریم؟ ما مخلوق هستیم. پس الله صمد است، بی نیاز است. نیاز به اولاد نداره، نیاز به شریک نداره، نیاز به مادر و پدر نداره، نیاز به کسی دیگه نداره. ما مخلوق هستیم، به همه چیز نیاز داریم. پس کسی که ما مخلوق هستیم نیاز داریم، عاجز هستیم و مخلوق هستیم. چون خالق است، نیازی نداره، ضرورتی نداره. ذات خالق وجود داره؟ بله ذات خالق وجود داره. پس به ذات خالق ایمان داریم؟ بله ایمان داریم. چه قسم است؟ ما ادب در عقیده داریم که کیفیت از رو به الله تفویض میکنیم، میگیم الله همون قسم ذاتش است که به جلال و عظمت خودش شایسته هست و ما مخلوق هستیم، او مربوط غیب است، ما غیب نمیفهمیم. از این خاطر یکی از چالهای شیطانی است که آدمایی که از دین بیخبر هستند، شیطان در یک شکل از اشکال میاد و این تحت محاصره خود کنه. یک جایی من رفتم که یک خانم است پیش سفید بی سواد، خب بسیار سرازی پریشیشتن اتو تاویز میته و اتو چی میته. مفتوی پری خانهش خراب، چرا سر من نمیشینه؟ چرا یک سر جوانی که خوب عقیده داره سر از اون نمیشینه؟ میره سر یک زن بی سواد
که هیچ قرآن را نمیفهمه، لفظ قرآن هم نمیفهمه، سر از میشه. به خاطر از اینکه چی میکنه؟ او پری و شیطان و جن که هست میخواه از این بی سواد احمق وسیله برای کفر بسازه. پس این زن هر کس که چی میکنه؟ خط خطک میکنه. یه چیز برای جور میشه. چی هست؟ این از این طریق سری کسا را سعی کنم این زنهایی که سرشان جن شیشته و پری شیشته ایتیاد کنیم. کلمه تفویض. اول قسم چی است؟ ذات خالق عقیده داریم؟ بله داریم. کیفیتش چه قسم است؟ چه قسم است؟ آدمی که در عقیده میفهمه چی میگه؟ نمیفهم. تو چرا میگی نمیفهم؟ به خاطر که میفهمی، از این خاطر میگی نمیفهمم. او کسی که میگه میفهمم بفهم که او نمیفهمه. اینی لذت درس عقیده. الف لام میم معناش میفهمیم؟ علما میگه نمیفهمیم. کل مفسرین قرآن برین ببینن الف لام میم کلش میگه الله اعلم بمراده. کلان پروفیسور دکتری که 6 تا دکترا دارن، یا دکتر ما دیگه جوان بودیم، یا دکتر ما معنی الف لام میم؟ برمانید که یا ابنی الله اعلم بمراده. حال تو 6 تا دکترا در شریعت داری. میگه من 6 تا دکترا دارم که نمیفهمم. چرا؟ من ادب با الله را میفهم. الله نخواسته که ما معنای الف لام میم بگوییم که من نمیفهمم. تسلیم شو. اسلام چی است؟ دو دسته تسلیمی است به کی؟ به الله و احکام الله. پس در کیفیت ذات الله، در کیفیت صفات الله، ید الله، وجه الله، نزول الله، صعود، این چیزهایی که کلش میایه و جاء ربک والملک صفا صفا، در آمدن الله در کل ازیا که است چی ادب مراعات میکنیم؟ میگیم آنچه که در قرآن آمده ایمان داریم، لکن کیفیتش نمیفهمیم. در ذات، صفات و افعال اینو تفویض میگن. پس کیفیت از اینه کی میفهمه؟ نفوضه الی الله، بگیم الله خودش میفهمه. سیسته؟ کیفیتش کی میفهمه؟ الله. ما به غیب نمیفهمیم، خلاص ما کیفیتش نمیفهمیم. اینمی ادب ما است. قسم خب تفویض کیفیت این است که بگوییم ما کیفیت ذات، صفات و افعال خالق را نمیدانیم، آن را به خالق متعال تفویض میکنیم که این اساس عقیده توحید است. این یک فرمول مهم عقیده است. کیفیت ذات، صفات و افعال خالق را نمیدانیم. بعضی کسا میگه بلا کیف، یعنی کلمه بلا کیف هم والله اعلم به نظر من غلط است. چرا؟ وقتی که میگیم که دست بلا کیف الله یا ید بلا کیف الله، دست الله بلا کیف نیست، کیفیت داره لکن ما نمیفهمیم. خب این نقطه را فکرتان باشه، نقطه بسیار دقیق عقیده است. ید الله کیفیت داره چون غیب است، ما نمیفهمیم. کیفیتش الله میدونه، ما نمیدونیم. اما تو نیست که بگیم بلا کیفیت کیفیت نداره، و هم کلمه غلط است. اگر بگیم کیفیت نداره او را به یک موجود جامد تشبیه کردیم. باز تشبیه هم از تشبیه گریختیم، از تشبیه با مخلوق گریختیم، با مخلوق متحرک او را تشبیه کردیم با مخلوق جامد. از این خاطر او را نمیگیم، میگیم بله کیفیت ذات، صفات و افعال خالق خود خالق میدانه، کیفیت داره چون مربوط به غیب است، ما نمیدانیم. تسلیم هستیم و کل شبکی تفویض میکنیم. ما فهمیدین معنای تفویضه؟ معنای تفویضه بفهمین. به خاطر از اینکه ایمیل برو بسیار کلام مردمایی هست که بسیار دعوا میکنه که من قدر میفهمم چطور از معنای تفویضه نمیفهم، از این خاطر در عقیده برش مشکل پیدا میشه. قسم دوم که است تفویض در معنا هست. کسی بگوید که ما معنای افعال و صفات را نمیدانیم و این غلط است، زیرا ما معنا را میدانیم ولی فقط کیفیتش را نمیدانیم.
یعنی تفویض معنا غلط است، تفویض کیفیت صحیح است. صحیح شد نه انشاءالله؟ تفویض کلتان فهمیدین؟ تفویض خلاصش باز براتون میگم. شما اگر کدامتان من اینجا درس خلاصش تشریح میکنین پرسان میشین تفویض چی میگن؟ بگین تفویض در لغت به معنای واگذاری، یعنی گذاشتن یک کار به کس دیگه. تفویض در اصطلاح چی است؟ میگه تفویض در اصطلاحی است که یک کس تفویض میکنه یا معنای نامهای الله را و یا هم کیفیت. پس تفویض چند قسم شد؟ دو قسم شد. تفویض کیفیت است، دیگه تفویض چی است؟ معنا است. تفویض کیفیت چون مربوط به غیب میشه، ما کیفیت صفات رو نمیفهمیم، از این خاطر ایده به الله تفویض میکنیم. اما معنایش کسی که تفویض میکنه این غلط است، او معنایش ما میفهمیم لکن کیفیتش نمیفهمیم و او را تفویض میکنیم به الله سبحانه و تعالی.